بریم واسه تعویض لنت جلوی پراید. بعد از باز کردن چرخ‌ها با یه دمباریک و پیشگوشتی خودتون میتونید این لنت رو تعویض کنید. خارای عنکبوتی رو باز میکنیم، پینا رو در میاریم. مطابق ویدیو شما هم با یه پیشگوشتی از پشت لنت کالیپر ترمز رو جمع کنید. پیستون باید کامل عقب بره که بتونیم لنت نو رو جا بزنیم. خارهای ناخونی یکی از قطعات خیلی مهم هستن. از سالم بودنشون مطمئن بشید. میریم برای نصب لنت. لنتی که خار هشدار دهنده داره باید سمت داخل چرخ بمونه. اگه از اکسپلور ویدیو ما رو میبینی، پیج ما رو دنبال کن. ما اینجا بهترین برندهای لنت ترمز و دیسک چرخ برای همه خودروهای ایرانی و خارجی رو موجود داریم. بعد از جا زدن لنت‌ها خارای عنکبوتی رو میبندیم و یه نکته خیلی مهم هستش که بعد از بستن لنت‌ها ترمز رو باید پر کنید.